دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 26 اپریل سال 2026 می باشد. قرار داریم در یکی از باغ‌های بهترین گیلاس در جمهوری تاجیکستان و گیلاسی که من استودم در پیشش این چخیلی که من در تجربه هم دیدم بهترین گیلاس تاجیکستان می باشد. بهترین، از این بهترینشون ندیدم در تاجیکستان. ولی این گیلاس رو ببینید، ولی این گیلاس تخمینا روزی دویم سوم ایون میپزد، یک ماه یک نیم پس میپزد. اینا ببینید گیلاس رو دیدید. ما حاضر با یک جای دیگر میبرم. اینجا بیاید، این گیلاس رو بس نشو ببینید. ولی این گیلاس بسیار کمبودی دارد و کمبودی ها شما میگویم با کم دارو زدگی نیست، گردآلود کننده ندارد. با همین نگاه نکرده این بسته نشو دیدید چقدر گیلاس بسته است. اینجا بید، اینجا بید، این مایده چه گیلاس رو بینید. این چه بستگی است، بستگی برگ. این انم خطر این گیلاس می شود. دونه بقلشکه از دونه بقلشکه کنون می شود. اینو بینید. هم دارون عزیز این من شمردم، گفتم 1000 دونه از این گیلاس دارم. 1000 دونه نه، یک 500-600 دونه بوده است. اینو بینید. کیلو این گیلاس از همین سر زمین 25 سومانی می رود. من دیدم با چشم خودم کیلوی همین گیلاس از همین 25 سومانی بفروشد. این هر یک دمه شود که دهنی بقلشکه نامعقول کرده است. مایده اینجا بید، اینو بینید. ولی وقتی پختنش هم میبیم، خدا خواهد وقتی پختنش هم میبیم نوار میکنم اینو رو، اینو میبردارم بعد نوار میکنم. اینو بینید. این سرخ شود من به شما نشون دهم. این سرخ شود بعد به شما نشون دهم شما راحت کنید. ببینید حاضر این سبز است و در نظر شما نمیتابد، ولی سرخ شود بعد بینید. نه اینجا بید، سرخ شود بعد بینید. همین نهال نهالی که من تیار کردم از همین میتونم که همین من سرخ شدگیش نشون دهم. اگر در یک روز همین نهال من خریداری میکنید ده شما. ببینید خدا با شکر نصیب کند با سوی باش. خدا با شکر این بستگیش را بینید. اینو بینید در جانور در صدقه. اینو بینید، این در جانور صدقه. اینو بینید. این با همین اکم خوش شود، با همین نهال پروریش و با باغداریش. اینا شما کیف کردم ده. اینو بینید. همینجا ده 1 کیلو گیلاس های 25 سومانی، همینجا ده 25 سومانی. اینجا بیزا همینجا ده میگذار کمی کم 50 سومانی پول. همینجا ده خوش شود اکم ده نصیبش کند. ماشاءالله ماشاءالله. خدا با شکر که اینقدر گیلاسوری بهترین کرده است. کم اینو بینید. ببینید تکرار میکنم، من گفتم 1000 تا نه، 600 تا از این گیلاس دارم من. نهالش نرخش ارزان نمی شود. از ماه ایون وقتی که من پختگی همین رو نشون دادم با فروشش شروع میکنیم، برای که پول نیست از تا 20 میفروشیم. خدا خواهد. همداران عزیز، من این بود گیلاس های، یک از گیلاس های جمهوری تاجیکستان.